این تصویر رمزی یک کودک نوعیان است. نورسه که یگان سندی رسمی هویت ندارد. تصویر کودک نوعیان در نشستی درباره پیامدهای مهاجرت در دوشنبه به نمایش گذاشته شد. ما کوشش نمودیم نشان دهیم که با این یک پیام، یک اینستالیسیه چخیلی که میگویند، نشان دهیم که کودکانی که ندارند شهروندی، کودکانی که ندارند حجت‌های خود یا کودکانی که با آنها نگاه کرده نمیشد، آنها کودکانی نوعیان، یعنی آنها رو سیستم، آنها رو آدمان نمیبینند و آنها عذاب میکشند. به شهروندی یا به شهادتنامه تولد ماندن کودکان در برخی از خانواده‌های تاجیکستان یکی از پیامدهای مهاجرت طولانی والدان است. یک پژوهش تازه سازمان یونیسف در چند ناحیه آشکار کرده است که تقریباً 3000 نورسی از 9 تا 18 ساله از شهادتنامه و دیگر امتیازهای اجتماعی محرومند. یا پدر یا مادر بیرون از دولت است. کودکان نمیتوانند حجت‌های لازمه خود را به دست آورند. وقتی که حجت ندارند، وقتی که شهروندی یا آن حجت‌هایی که برای به دست آوردن خدمت‌رسانی‌های اساسی، دسترسی به معارف، دسترسی به سلامتی آنها را ندارند، آنها عذاب میکشند. در بعضی موارد نداشتن سند سبب می شود کودکان از مکتب دور مانند. دلنوزه ظهوریدین یکی از نورسان است که تا 16 سالگی شهادتنامه تولد نداشت. حجت در همه چی در کاره، در همه حالت در کاره، در شوهر کردن هم، در خوندن هم، در همه چی در کاره. آدم باید یک پاسپورت اقلا داشته باشه. به خاطر رسیدگی به مشکل اطفالی که ماها از دیدار پدر یا مادر محرومند، بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف یکجا با مقامات تاجیکستان لایحه حفظ کودکان زیر تأثیر مهاجرت قرار داشته را راه اندازی کرده است. اخیراً در دایره این لایحه به 2000 نورسی از 9 تا 18 ساله شهادتنامه تولد داده شد. مهاجران سالهای اخیر هرچی بیشتر عائله‌هایشان را به روسیه میبرند، اما کودکان زیادی هستند که در تاجیکستان در تربیه بابا و بیبی و وایا میرسند. تحلیلگران میگویند تأثیر مهاجرت به کودکان تنها مانده بسیار بد است. دوزنگی سال تا سال زیاد شده خصوصیت بین المللی میگیرد. یک زن در اینجا، دومش در آنجا. با زن دوم در آنجا وقت زیادی خود را با شرایط بهتر میگذراند، ولی به اینجا در یک سال یک یا دو مرتبه می آید و به کودکان کم و بیش پول صرف می کند. از همه مهم این است که پژوهش ما نشان داد به زنی که در روسیه گرفته است توجه خاصه می دهد. حتی کودکانی را که از زن دوم فرزند خوان کرده است نسبت فرزندان خودش توجه جدی می دهد. دولت تاجیکستان را پیوسته تنقید میکنند که برای تأمین مردم با جای کار در داخل شرایط فراهم نمی آورد و به مهاجرت که برای عائله‌های زیاد پیامدهای ناگوار دارد چشم میپوشد. تحقیق دیگر یونیسف در گذشته معلوم کرده است که کودکانی که پدرانشان در مهاجرت کاری هستند بیشتر افسرده حال و محزونند و سرکش و کنارجو میشوند. ضمن پژوهش معلوم شده است که 50% کودکان خانواده‌های مهاجران کاری هفته یک بار غمگین و افسرده بودند.